تکه‌هایی از یک کل منسجم. نویسنده پونه مقیمی. گوینده زهرا گرشاسبی. به عمر بسیار کوتاه شاد بودن توجه کنیم. شادی با اینکه عمیق در جان ما می نشیند اما عمر بسیار کوتاهی دارد و البته زیباییش هم در همین رفت و آمدهای ناپایدار است. شادی اهل ماندن نیست، اهل گذر کردن است، اهل دل نبستن. و برای حس کردنهای گاه و بیگاهش باید به ذاتش آشنا بود تا همان مدت اندکی که مهمان ما است حسش کنیم. درست شبیه به ذاتش. حس کردنی عمیق اما کوتاه. شادی کوتاه است اما اثرات دراز مدتی بر جسم ما می‌گذارد. شادی‌های بسیار عمیق شاید کمتر از 48 ساعت عمر داشته باشند. اما همان مدت کوتاه کافی است تا پاهایمان جان بگیرند و امیدی سالم در درونمان رشد کند. تفاوت امید واهی با امید سالم در همین است. امیدهای سالم از شادیهای اصیل و عمیق به وجود می آیند. اما امیدهای واهی از توهم و رویا به وجود می آیند. امیدهای سالم ذهن و هدفهای ما را جهت می دهند و مسیرهای سخت را روشن‌تر می کنند. بدون مثبت اندیشی فریبنده و غیر واقعی. اما امیدهای واهی در هر شرایطی بیشتر به ما آسیب می زنند و رمق را از پاهایمان می گیرند. امیدهای سالم ما را انعطاف پذیر می کنند، تحمل ما را بالا می برند و به ما کمک می کنند تا در هر شرایطی راه حلی برای رشد پیدا کنیم. اما امیدهای واهی ناگهان جهان را برای ما تیر و تار می کنند و تحمل ما را بسیار کم و احتمالاً راهی جز فرار و یا در آرزو فرو رفتن و حسرت خوردن برای ما نمی گذارند. شادی جریانی عمیق و رهایی بخش است که از قفسه سینه شروع می شود و تمام بدن را در بر می گیرد. در دستها شوق آغوش و لمس کردن حس می کنیم. در گلو آواز و خنده و فریادی لذت بخش حس می کنیم و در پاهایمان قدرتی حس می کنیم که گویی می خواهیم در دشتی سرسبز و وسیع بدویم و پایکوبی کنیم. شادی‌های اصیل را همه حس می کنند. موجی از عشق دارد. می آید و قلب‌هایمان را تسخیر می کند و می رود. در اندوه جهان سنگین می شود. 1. وقتی اندوهگین هستیم به نظر می رسد این غم همیشگی باشد. به نظر می رسد پایان شب به صبح وصل نمی شود. به نظر می رسد کسی شبیه ما این غم را تجربه نمی کند. اما یکی از واقعیت‌های زندگی این است که هیچ چیز باقی نمی ماند. هیچ چیز ابدی نیست. نه لبخندهای از ته دل و نه غم‌های نفسگیر. تمام می شود. هر احساس پایانی دارد. اجازه ندهیم ذهنمان ما را گیر بیاندازد. بگذاریم در جریان این آمدنها و رفتنها در میان این شادیها و غمها زندگی کنیم. زندگی امتداد و تکرار این حسها است. همراهشان باشیم و در هیچ کدامشان گیر نکنیم. در لحظه ها زندگی کنیم اما به هیچ لحظه‌ای دل نبندیم. گذر کنیم و با تمام وجود ثانیه بعد را در آغوش بکشیم. اگر در غم هستید تمام می شود. سخت است اما تمام می شود و دوباره می خندید. در اندوه جهان سنگین می شود و زمان کند می گذرد اما در نهایت گذر می کند. در سالگردها و ماهای مشخصی که در آن اتفاقای تلخی رخ داده ما اندوه و اضطراب را دوباره تجربه خواهیم کرد. چون بدن حتی به صورت ناهوشیار نزدیک شدن تداعی زمانی خاص را متوجه می شود. نزدیک شدن به سالروزی تلخ. به همین علت در نزدیک شدن به سالگردهای تلخ از حضور اندوه ناامید نشوید. غم و اضطراب می آید و بعد از چند روز می رود و هر سال این اندوه قابل تحمل تر می شود. 2. اندوه به گلو که می رسد بغض می شود. به سر که می رسد از چشم ها سرازیر می شود و وقتی فراتر از بدن باشد ما را از زمان جدا می کند. حجم اندوه که زیاد باشد سرریز می شود به بعد دیگری از زمان و ما را هم با خودش می برد. می برد به بعد دیگری. گویی ما را آماده می کند تا بتوانیم با حجم اندوه کنار بیاییم. بعد دیگری از زمان. مخلوطی از گذشته و مرور خاطره ها و توهم اکنونی که اندوه و اتفاق تلخی در آن رخ نداده است. بعدی از زمان که ساخته ذهن است تا واقعیت را انکار کند. همین بعد ما را از زمان اکنون جدا می کند.
گویی که وجود نداریم. هستیم اما نیستیم. و همین بود آرام آرام ما را آماده می کند که برگردیم و دوباره در اکنون قرار بگیریم. با این تفاوت که وقتی برمیگردیم توانایی تحمل اندوه را خواهیم داشت. حسادت می تواند نوعی از خشم باشد. او در مقابل ما است، می خندد و چیزهایی دارد که ما آرزویش را داریم. ناگهان احساسهای ما در هم می پیچد. چیزی در درون ما می جوشد و عصبانیتی پنهان را حس می کنیم. دیدن زندگی او ناراحت ما می کند و اینجا است که این هیجان تلخ درونی ما را به سمت رفتارهای خاص سوق می دهد. این رفتارها در دراز مدت اثر خودش را می گذارد. رابطه بین فردی ما تغییر می کند. ما به دلایل مختلف توجیهی برای رفتارهای ضد و نقیضمان در مقابل او پیدا می کنیم، اما از درون می دانیم که او دیگر دوست ما نیست. او یک تهدید است. این حس حسادت است. دو نوع نگاه در مورد حسادت را با هم مرور می کنیم. 1. پروفسور رولف هابل معتقد است که اگر خوشبختی و آزادی را به طور مساوی در دنیا تقسیم کنند، دیگر حسادتی وجود نخواهد داشت. زیرا هر جا که تفاوتی باشد، ریشه حسادت کاشته شده است. او میگوید از آنجا که بشر همیشه سعی دارد خودش را بهتر از دیگران نشان دهد و تمام سعی و کوشش او در پی ثابت کردن این است که او غیر از دیگری است و خود را در همین تفاوت میشناسد، به هیچ وجه مایل نیست که دیگری بیشتر از او داشته باشد. زیرا این باعث ارزیابی بیکفایتی در مورد خود و در نتیجه شرمندگی او می شود. به همین دلیل حسادت یک همراه دائمی برای بشر بوده است. در نگاه دوم الیزابت بوین نویسنده میگوید حسادت چیزی نیست غیر از احساس تنهایی در مقابل دشمنت که لبخند بر لب دارد. ما زمانی حسادتمان اوج میگیرد که آن فرد در مقابل ما قرار گیرد. در مقابل بودن به ما این تصور را میدهد که آن فرد دشمن است و این دشمن چیزهایی دارد که ما نداریم و این ما را ناراحت میکند. به یاد داشته باشید شما فقط در مورد موضوعاتی حسادت می کنید که برایتان ارزش محسوب می شود، اما آن را ندارید و دیگران دارند. مثلا اگر ماشین داشتن ارزش باشد به ماشیندارها حسادت می کنید. ذهن ما هم همیشه به دنبال یک دشمن ذهنی می گردد. حالا دشمن در مقابل او است و می خندد. در دام این تصویرسازی های ذهنی و دشمن تراشی های مقطعی گرفتار نشویم. اگر ما از درون، از خودمان و چیزی که هستیم با تمام کاستی ها راضی باشیم، ذهنمان اینقدر سریع به دنبال دشمن نمی گردد. برای اینکه این دشمن سازی را کنترل کنیم، لازم است در تصویر ذهنیمان تغییری به وجود بیاوریم. آدم مقابل را برداریم و در کنارمان قرار دهیم. درست شانه به شانه شویم. وقتی کسی در کنار ما باشد، ذهن او را دوست می شناسد. حواسمان به دشمنهایمان باشد. احتمالاً آنها زمانی دوستانمان بودند. دقت کنیم. هر از گاهی موقعیت دشمنان ذهنیمان را تغییر دهیم و آنها را در کنار خود قرار دهیم. ترس‌هایی که همسن خودمان نیستند. گاهی ترس‌هایی داریم که همسن خودمان نیستند. انگار کسی در درون ما است که همسن ما نیست. انگار بخشی از ما کوچکتر از خود ما است و دنیا را از دید یک کودک به ما نشان می دهد و احتمالاً آن کودک باید بسیار ترسیده باشد که این گونه ترس را به ما القا می کند. گاهی تمام ترس‌های بزرگ ما به خاطراتی برمیگردند که در آنها منتظر بودیم کسی به ما کمک بکند یا ترسیده بودیم به خاطر رفتاری تنبیه شویم. و بخش دردناک ماجرا آنجا است که وقتی بزرگتر می‌شویم همچنان می‌ترسیم برای هر کاری تنبیه شویم. می‌ترسیم اشتباه کنیم، می‌ترسیم انتخاب بکنیم، می‌ترسیم تصمیم بگیریم، می‌ترسیم رابطه‌ای را شروع یا تمام کنیم. یقیناً وقتی دنیای درونیمان را کسی کوچکتر از خودمان اداره کند، ما خواهیم ترسید. حقیقت این است که آدم‌ها می‌توانستند در کودکی ما را بترسانند. ما را طرد کنند، ما را تنبیه کنند یا ما را دوست نداشته باشند. بله، آدم‌ها می‌توانستند و اختیار داشتند که دنیا را آنگونه که خود دیدن به آدم درونی ما تحمیل کنند. اما امروز دیگر بزرگ شده ایم. حالا آدم درونی ما در اختیار ما است. حالا ما سرپرست او هستیم. حالا ما قرار است دنیا را برای او به تصویر بکشیم. حالا ما قرار است او را بترسانیم یا حمایتش کنیم که تجربه کند.
که بزرگ شود، که رشد کند و همسن ما شود. حالا او ما را دارد. حالا ما قرار است او را دوست داشته باشیم. اگر به او امنیت بدهیم، او آرام آرام بزرگ می شود. و می داند هر تجربه‌ای داشته باشد ما حامیش هستیم و دوستش خواهیم داشت. اگر او را تنها نگذاریم، او همسن اکنون ما خواهد شد و آن روز ما با او که بهترین دوستمان است بدون ترس زندگی را تجربه می کنیم. با آدمی همسن خودمان در درون خودمان. در ترسیدن هیچ مشکلی وجود ندارد. ترس یک احساس طبیعی است، اما باید بدانیم که ما در بیشتر مواقع برای تجربه دنیا ناگزیر می‌ترسیم. ترسیدن به معنای احتیاط است، نه کلاً منفعل شدن و هیچ کاری نکردن. بترسیم و با ترسی پخته جلو برویم. ترس می‌تواند شور و شوق را بگیرد. ما همه آدم‌هایی را می‌شناسیم که از ترس اینکه مبادا چیزهای زیادی از دست بدهند با شور و شوق وارد زندگی نمی‌شوند. در نتیجه آدم‌هایی کرخت و بی‌عمل می‌شوند. اروین یالوم. ترس از دست دادن فقط به آدم‌ها محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از مواقع ما لذت‌ها را قبل از اینکه اتفاق بیفتن برای خودمان حرام می‌کنیم، چون می‌ترسیم که شاید در آینده آن لذت را از دست بدهیم. این ترس به گذشته ما برمیگردد. اینکه زمانهای بسیار لذت برده ایم و ورود اتفاقهای جدید را با هیجان در آغوش کشیده ایم، اما بعدترها با از دست دادن آن لذت و اتفاقها احساس ناامیدی کرده ایم. حالا بزرگتر شده ایم و برای اینکه توی ذوقمان نخورد، چه به وسیله آدم‌ها و چه جریان زندگی، به دست خودمان هیجان و لذت را از بین میبریم. دقیقاً مثل زمانی که قرار است به سفری برویم، اما از ترس اینکه به هر حال خوش سفر تمام خواهد شد و پایان می‌یابد ما خوشحال نباشیم. با کسی دوستی نکنیم و به فعالیتی دست نزنیم تا از رنج قرار است سفر تمام شود جلوگیری کنیم. واقعیت انکارناپذیر این است: زندگی قرار است تمام شود. قرار است یک سری از آدم‌ها را از دست بدهیم. قرار است هم گریه داشته باشیم و هم خنده. قرار است آدم‌هایی ضربه بزنند و آدم‌هایی مرهم شوند. قرار است تولدها و مرگ‌ها در کنار هم باشند. قرار است اطمینان کنیم و لذت ببریم و بعضی وقتها پیش‌بینی‌هایمان برای پایداری لذت و اعتماد درست از آب در نیاید. خلاصه قرار است که زندگی دقیقاً طبق برنامه‌ریزی‌های ما جلو نرود. سوال مهم این است: حالا شما قرار است با این همه احتمالات که ممکن است خوشایندتان نباشد چه کار کنید؟ بسیاری از ما هیجان‌هایمان را، لذت صمیمیت‌ها، کودکانه شاد بودن‌ها و غیره را محدود می‌کنیم، چون می‌ترسیم روزی آن هیجان و شادی را از دست بدهیم. این رفتار در دراز مدت یک خط فکری ناهوشیار برای ما درست خواهد کرد و ما کم کم از هیچ چیزی و هیچ اتفاقی لذت عمیق نخواهیم برد. این خط فکری می‌تواند این باشد که با آدم‌ها صمیمی نخواهیم شد، چون شاید از دستشان بدهیم. در سفرها لذت نخواهیم برد، چون قرار است سفر موقت باشد. پس کلاً لذت نخواهیم برد، چون لذت همیشگی نیست و بهتر است کرختی و بی احساسی را انتخاب کنیم. چون رنج از دست دادنها بسیار زیادتر از حس لذتها و هیجانهای موقتی است. شادی میتواند ترسناک باشد. در مهمانی هستید و ناگهان در اوج خوشحالی و لذت بردن در خودتان فرو می روید؟ غمی حس می کنید و می خواهید از جمع جدا شوید؟ با دوستتان بیرون هستید و او دارد از برنامه‌ها و اتفاقها می گوید. می خندد و خوشحال است. ناگهان احساس ناراحتی می کنید و دوست دارید سریعتر از او جدا شوید و به خانه بروید. خبر خوبی به شما می رسد و بعد از چند دقیقه خوشحالی ناگهان احساس نگرانی می کنید. با دوستتان رابطه صمیمی خوشحال کننده‌ای دارید و ناگهان روزی نگران می‌شوید و دوست دارید با بهانه‌ای رابطه را تمام کنید. بیشتر مواقع فرار از صمیمیت زیاد و فرار از خوشحالی درونی واقعی به یک ترس به ظاهر باور نکردنی برمیگردد. ترس از خوشحالی و احساس لذت درونی، شاد بودن در بعضی آدم‌ها احساس اضطراب و گناه به وجود می‌آورد. یعنی درست زمانی که فرد حس می کند لذت‌هایش در رابطه، در زندگی، در موفقیت‌هایش و غیره زیادتر می شود، احساس غم می کند. این احساس غم در واقع یک رفتار دفاعی است.
به بیان ساده‌تر، در واقع این غم ترس‌هایی را می‌پوشاند که همراه با لذت و شادی در فرد بیدار می‌شوند. ترس‌هایی مثل بعد هر خنده گریه‌ای است. اگر خیلی خوشحال باشم آدم‌ها به من حسادت می‌کنن و ترکم می‌کنن. اگر خیلی لذت ببرم زن یا مرد خوبی نیستم، چون در قیاس با پدر و مادر ناراحتم بیشتر احساس خوشحالی و خوشبختی می‌کنم. آدم‌ها در غم‌ها بیشتر به هم نزدیک می‌شوند. آدم خوشحال بیشتر تنهایی را حس می‌کند. پس خیلی خوشحال نباشم. شادی و لذت زیاد می‌تواند من را مغرور کند و در نهایت حس کردن رضایت و لذت درونی و شاد بودن ممکن است آدم‌هایی را در اطراف ما ناراحت کند، چون آنها شاد نیستند. پیشرفت و احساس شادی همراه با آن قطعاً می‌تواند حسادت بعضی افراد را بیدار کند، اما مطمئن باشید رابطه‌های صمیمانه و عمیق هیچ وقت با خوشحال‌تر شدن و موفق‌تر شدن شما تمام نمی‌شود. شما ترس خودتان را از شادتر و راحت زندگی کردن کنار بزنید. آدم‌ها خودشان آرام آرام یا از دنیای شما فاصله می‌گیرند و یا به شما نزدیکتر می‌شوند. لذت ببرید از هر آنچه هستید. از ناکامل بودنتان و از خوشحالی‌های درونیتان که در عین حال ناپایدار نیز هستند. نگران از دست دادن شادی‌ها و آدم‌ها نباشید. نگران کنترل کردن جریان‌های بیرون از خودتان نباشید. به جریان‌های شادی و لذت درونیتان بچسبید. و در نهایت جواب به سوال زیر در بسیاری از آدم‌ها مثبت است. آیا شادی و لذت بردن از زندگی اضطراب‌آور است؟ راه‌های فرار. فرار از درد با انتخاب دردی دیگر. یک بار دندان مارتین درد داشت. اتو را زد به برق و صبر کرد. بعد آن را روی شانه‌هایش گذاشت و دندان دردش را فراموش کرد. فیلمی کوتاه درباره عشق. کریستوف کیشلوفسکی. با انتخاب درد دیگری، درد قبلی موقتاً فراموش می شود. فقط موقتاً. اما به نظر می رسد گاهی این آسان‌ترین راهی است که به ذهن ما می رسد. رابطه‌ای که تمام شده هنوز سوگواریمان تمام نشده و دردش باقی مانده است. که رابطه دیگری را شروع می کنیم. هنوز درد را حس می کنیم و مرهمی موقت را انتخاب می کنیم که فراموش کنیم. این فراموشی زمان زیادی طول نمی کشد و خودش در آینده به دردی دیگر تبدیل می شود. راه حل رهایی از درد تجربه آن است. در درون بدن عمیق و بدون واسطه. اگر غم است، اگر خشم است، اگر گناه است، اگر عشق است، هر چه که هست حسش کنیم و از آن فرار نکنیم. روزی از تمام دردهایی که در بدنمان گیر کردن خسته می شویم. از این پرونده های حل نشده ناتمام در قلبمان و آن روز احتمالاً فرار نخواهیم کرد و ناچار می شویم با زندگی چشم در چشم شویم. اگر رو در روی درد بایستیم و تجربهش کنیم، دیگر آدم‌ها نمی‌توانند راه فرار باشند. آغوش‌ها نمی‌توانند مسکن باشند و فراموشی‌ها نمی‌توانند ادامه دار باشند. رابطه‌هایی که پوششی برای درد به جا مانده از رابطه قبلی‌اند، شما را آرام نخواهند کرد. آنها شاید اوایل رابطه درد رابطه قبلی را کم کنند، اما می‌توانند بعدها خودشان به درد بعدی زندگیتان تبدیل شوند. آدم‌ها را مسکن‌های موقت نبینید. اول درد را آرام کنید و بعد وارد رابطه بعدی شوید. گاهی ما برای گذر از یک خداحافظی و یا یک جدایی نیازمند کمک گرفتن از یک درمانگر هستیم. همین فرآیند که بتوانیم مرور کنیم، صحبت کنیم، احساس‌های ناخوشایندمان را تجربه کنیم و متوجه شویم معنایی در رابطه بوده، می‌تواند کمک کند درد آرام گیرد. سپس زمانی را به گذر درد اختصاص می دهیم و به سمت رابطه بعدی برمی گردیم. فراموشی در اینجا به معنی فراموش کردن بر اساس درد است. یعنی بخشی از احساسات و درد را سرکوب می کنیم که دچار فراموشی موقت و حزم آن خاطره می شویم. فرار از درد با انکار و سرزنش. در خاطرات تلخ ما، آدم‌هایی که از دستشان داده ایم، در تجربیات بد طرد شدنمان، در تمام لحظات سختی که داشته ایم، واقعیتی وجود دارد که درد نام دارد و روبرو شدن با این واقعیت جهان ما را تغییر خواهد داد. در تمام اتفاقایی که در گذشته ما رخ داده، ما هم سهمی داشته ایم.
ما هم قسمتی از آن لحظه که دردناک بوده ایم. با سعی در پاک کردن و فرار کردن از گذشته‌مان، قسمتی از هویت خودمان را در آن خاطره جا خواهیم گذاشت. این فرارهای مدام ما را خسته خواهند کرد و جایی در میان زندگیمان احساس سرگشتگی و معلق بودن خواهیم کرد. در فرارهای ما از گذشته‌مان انکاری وجود دارد که خسته ما می کند. انکار واقعیتی به نام درد و سهیم بودن ما در این درد. انکارها به مرور زمان خفه کننده می شوند. گذشته ما را با تمام اشتباهات، از دست دادنها، انتخابها و اتفاقها در آغوش کشیم. برای رهایی از رنج بهتر است خودمان را بی شرط و قانون در آغوش بکشیم. چه در گذشته‌ای که اشتباه کرده، چه در حالی که نگران است و چه در آینده‌ای که معلق است. این گذشته هر چه که است با هر دردی که دارد گذشته است. اگر فرار کنیم و انکار کنیم هیچ وقت خود واقعی ما را نخواهیم دید و اگر روبرو شویم و گذشته را به عنوان قسمتی از خودمان قبول کنیم تغییرات شروع می شوند. آرام و آهسته اما شروع می شوند. گاهی تنها بودنها بسیار شفابخش هستند. از تنهایی ها باید استقبال کرد. تنها بودنها فرار کردنهای ما را کم می کنند. بعد مجبور می شویم با واقعیتی روبرو شویم که در گذشته رخ داده است. در این واقعیت قرار است قسمتی از خودمان را پیدا کنیم. خطاها را قبول کنیم و بعد وارد فرایند تغییر شویم. خودمان را ببخشیم برای تمام خاطراتی که با آنها احساس گناه می کنیم. برگردیم به خاطره، به درد. پذیرش این که ما هم سهم داشته ایم درک ما را از درونمان بیشتر خواهد کرد. پذیرش این که به کسی زخم زده ایم یا مورد حمله و زخمی شدن قرار گرفته ایم ما را به شدت آزرده و غمگین می کند. اما اگر از خودمان فرار نکنیم احتمالاً هویت قوی‌تری از خودمان پیدا خواهیم کرد و خودمان را بیشتر دوست خواهیم داشت.